الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك تعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های گرامی و با معنویت و فرزانه این برنامه، امیدوار هستم همه ایتون در صحت و عافیت قرار داشته باشید. از خدای بزرگ سپاسگزارم که توفیق حضور در محضر گرامی و معزز شما لطف فرمود. عزیزا، همونطوری که با شما وعده سپرده بودم، انشاءالله در جلسه حاضر در مورد ساختن جامعه ایدئال، جامعه سلیم و یا به تعبیر دیگر مدینه فاضله و آرمان شهر از نظر اسلام، یعنی قواعد اسلامی قرآنی و نبوی در مورد ساختن جامعه ایدئال چیست؟ دو فرمول هست. قرآن عظیمشان این دو فرمول را برای ساختن جامعه ایدئال پیشنهاد میکنه. جالب است، تو دو آیه قرآنی خدای بزرگ میخواه که بنیاد و تهپایه و اساس جامعه سلیم را در میان اجتماع انسانی بشری که معتقد به این کتاب هستند و به این اندیشه‌اند بگذارند. فرمول اول و قاعده اول: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی در این آیت تصریح و توضیح و تفسیر می دارد. خدا تو در قوم، در حال هیچ قوم، هیچ ملت و هیچ جماعتی تغییر مثبت و رفتن به سوی احسن ایجاد نمی دارد حتی یغیروا ما بانفسهم، تا این قوم، این جماعت، این ملت، این امت تو نفسایشان تغییر مثبت نیارن. جالب است، این آیه خیلی بزرگ است. من میخوام یک حکایت مختصر را که تو یک سال و یا 1.5 سال قبل در عراق در بغداد واقع شده است با شما عزیزان شریک سازم. در اونجا در یک مناسبت خبرنگاران و ژورنالیستان و نطاقا از سفیر ژاپن مقیم در بغداد در یک مناسبت بزرگی، همایش بزرگ، یک سوال میکنن: آقای سفیر، شما با عنوان یک آدمی که و یا فردی که در کنار از اینکه به سرک دیپلماتیک در اینجا حضور دارین، آدم تئوریسین و قلم بدست و صاحب علم و منطق هم هستیم، برای رفع معضل‌ها و بحران‌های عراق چی پیشنهاد میکنید؟ چی باید کرد که عراق از این معضل‌ها و بحران‌ها بیرون شود؟ آقای سفیر میخنده، اما خنده معنادار است. اینها میگن که آقای سفیر چرا خندیدید؟ سوال به جا نیست. میگه سوال به جا است، ولی از کسی که شما کردین این نابجا هست. چرا؟ گفت شما خودتان صاحب فرمول ها هستین، کتابی دارین که پر از فرمول ها و قواعد و ضوابطی که اساسات نسخه ها و دواها در اونجا گذاشته شده است برای هر نوع امراض بشری که در اجتماع بشری موجود بوده باشه. بعد این سفیر میگه که کتاب فرمول ها با شما هست،
و نامش از قرآن پاک، کلام الله مجید. تو اونجا برین و فرمول استخراج کنید و عملی کنید. بعد این خبرنگاران میانتهی و میانخالی اندیشه اسلامی، فهم و درایت ایمانی و اسلامی و فراست و بینش اسلامی، بعد تکرار میکنن که آقا العیاذ بالله قرآن کتاب قرون قبلی هست. حالا ما سوال میکنیم حرف نو، صحبت جدید، فرمول قاعده قرن 21 را شما پیشنهاد کنید. آقای سفیر بعد باز میخنده و برایشان میفهمانه که نه خیر، اون کتاب هرچند من ایمان ندارم ولی نسخه بزرگ است. بعد این سفیر همین آیه را قرائت و تلاوت می‌داره، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، و میگه که برین شما عراقی ها و سایر امت اسلامی این آیه را بخوانن، بدانن، عملی کنن، از این معضل ها بیرون میشه. الله اکبر. این کلام ربانی هست، این کلام بشر نیست. تو یک حرف آن اعجاز وجود داره. قل فأتوا بسورة من مثله. مثل قرآن بیارین، نمیتونین 10 سوره بیارین، یک سوره خو بیارین. تمام اعراب نتونستن، تمام اعرابی که فصیح و بلیغ و زبانشان یک آیه، یک حرف مثل قرآن نظیر داشته باشه پیش کرده نتونستن. چقدر بیگانه شدیم. 100 جهان باقی است در قرآن هنوز، اندر آیات شکی خود را بسوز. عزیزا، بسیار تأسف بر حال ماست که قرآن فراموش کردیم. قرآن کتاب خیرات ها و مرده ها گردانیدیم. کتاب را، قرآن را کتاب تعویذات، قرآن را کتاب این 4 قل شریف هست در گنبدها و در محراب های مساجد نوشته شود. قرآن را کتاب مراسم عزاداری خود ساختیم. قرآن کتاب هدایت برای همه بشریت الی یوم القیامه و هیچ گونگی نداره. چنانه که آفتاب گونگی نمیپذیره، از آفتاب و مهتاب و انرژی و اکسیژن انسانها بی نیاز شدن نمیتواند. قسم به ذات خدا، از نیازمندی که انسانها برای آفتاب و مهتاب دارن، از اون قدر بیشتر به قرآن نیاز دارن. اما منهمک شون، عمیق شون که این کتاب چه میخواه، این چه حقوق داره. این کتاب حیات، زندگی است. این کتاب سعادت است. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. خدای عظیم رفعت و بلندی داد به اقوامی را پایین گذاشت. اقوامی که به این تمسک جستن، به این حبل الله متین درست متمسک بودن و انتباه و الهام و ارشاد در همه زندگیشان گرفتن. خدا اونا رفعت داد و نامشان اصلا از تاریخ و اندیشه ها الی یوم القیامه محذوف نمیشه. این عظمت این کتاب بود که برایشان بخشید. هر امتی برای این کتاب چنگ بزنه، قسم به ذات خداست که هرچند تو استخوانا و پوست و گوششان چیزی نمانه و خاک شوه، ولی فکر از اینها، راهی از اینها، قدوم از اینها، مسیر از اینها زنده است. از این جهات عزیزای گرامی، این مستشرق قرآن شناس میگه که برین ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم را بخوانین، بدانین، تحلیل کنین، عملی کنین. شما دارنده جامعه ایدئال و سلیم میشین و همه بحران ها و مصائب از شما دور میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ببینین عزیزا،
ذات اقدس الهی درون انسان را نشانه گرفته، نه بیرونش را. ما به انفسهم. از این معلوم میشه که انسان در کنار از که یک نظام ظاهری داره، سیستم عصب و تنفس و اکسیژن و حجرات و سیستم بولی و هاضمه و امثال از این نظام ظاهری بدن انسان را تشکیل میده و پیکر انسان را. در کنار از یک نظام باطنی نهایت ظریف و با لطائف و نزاکت ها و ظرافت ها در درون و باطن انسان نظام باطنی و نفسی حاکم است. ذات اقدس الهی اون نظام درونی رو نشانه میگیره. تا در نفسهایتان تغییر نبیارید، تا در درونتان تغییر و بدلون مثبت کیفی به وجود نیاید، خدا به قضایای شما کاری نمیگیرد. هرچند شما دعا و تضرع کنین ولی با باطنی که تغییر ناشده هست، این دعاها مورد استجابت خدا قرار نمیگیرد. چنانه که شما میبینین شروع از حرمین شریفین تا به دیگر اماکن بزرگ و معظم دست ها بلند است. دعا 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 تضرع. آیا خدا این دعاها را نمیشنوه؟ مگر خدا ذات سمیع و بصیر نیست؟ خدا این دعاها را میشنوه. اما مشکل در کجا هست؟ از باطن ناتصفیه شده، از باطن پر از آلودگی و امراض، این دعاها مورد اجابت خدا نیست. نظرگاه خدا به اساس نصوص صریح شرعی درون قلوب انسان هاست. خدا به اجسام و صور نگاه نمی دارد، بلکه به درون و باطن انسان نگاه می دارد. از این جهت عزیزا، تا انسان ها تصمیم نگیرند در خود تغییر و بدلون نیارن، خدای اکبر به هیچ قضیه از اینها توجه نمیکنه. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. خب این تغییر به چه اندازه باشه؟ حداقل لج در لج انسان بفهمه. حداقل این تغییر صفت خوب پیدا شدن در انسان است. انسان صفت خوب پیدا کنه به خاطر و به غرض اهداف شخصی و مصالح شخصی خودش، دیگران را هم نوعان خود را متضرر نسازه. این میشه صفت خوب. منتظر نفعش نیستیم، منتظر فایدهش نیستیم، فایده رسان نبوده باشد، تنها ضرر نرسانه. مرا به خیرت کار نیست، شر مرسان. نانش برای خودش، کارش برای خودش، خانهش برای خودش، فوائدش برای خودش، تنها ضرر نرسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگران از اذیت دست و زبان و چشم و سایر اعضا و جوارح از ایمن بوده باشه. این میشه انسان خوب. اما اگر انسان بیشتر تغییر آمد، با صفت خوبتر پیدا میکنه. ضررش کلا مسدود به سوی انسان ها، اما به اندازه توانی که خدای بزرگ داده از نظر زبان، مال و جان، اون را در خدمت خلق الله قرار میده، چون خدای بزرگ رضایتش را در خدمت خلق الله گذاشته است. اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهور است که ذات اقدس الهی در روز معاد، آخرت و حساب کتاب از بنده های خود گله داره، شکایت داره. من مریض شدم، خبر من نگرفت. من فقیر بودم، چیز نداشتم، نادار شدم، خبرم. بنده میگه خدایا این صفات مخلوق است، تو ذات اعظم و اکبر با صفات کم، تو ذات الله الصمد است. گفت نه. الله میگه نه، فلان بنده فقیر بود، چیزی نداشت، خوب دانستیم، ولی خود را گوشه کردی، خود را عقب زدی، پرسانش نرفتی، کمکش نکردی. اگر میکردی این کمک را با ما کرده بودی.
فلان بنده مریض بوده، فلان انسان مریض بوده، اون ده با پرسش نرفتی، به عیادتش نرفتی. از این جهت انسان خوبتر ای است که منفعتش هم به اندازه توانش میرسه. اما اگر رشد روحی در انسان بیشتر شد و تغییر در نظام نفسی انسان از نظر مثبت بیشتر شد، بعد انسان صفت خوبترین انسانها را پیدا میکنه. خوبترین انسانها کدام ها هستند که از اندازه توانشان بالاتر، یعنی از پتانسیل و ظرفیت های مالی، اقتصادی و جانی که خدای بزرگ بر از اینها عطا کرده است، بیشتر و بیشتر به خدمت خلق الله قرار می گیرند، به غرض اعلای کلمت الله و حصول رضایت ذات اقدس الهی جل جلاله. بالاتر از پتانسیلشان و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خودشان در حال ایثار، خودشان در حال مخمسه اند، در حال اضطرار اند، در حال امرجنسی اند، در حال ناتوانی اند، اما دیگران را دستگیری میکنند، به دیگران ایثار میکنند. یکی عدالت است که ایثار است. مرتبه ایثار بالاتر از عدالت است. عدالت اینه که دو سیب است، یکی برای شما یکی برای من، این عدالت. ولی ایثار چی است؟ که من هم سیب خودم برای شما بدم، یا نصفه کنم، نیم برای من و نیم آن برای شما، یعنی یک و نیم برای شما و نیم تنها برای من. ایثار است. این خوبترین انسان ها من هستند. انبیا علیهم السلام واقعا این چنین چهره ها بودند. سیاست از اونها ای بود که ما جان و فنا دادیم تا زنده شما باشید. خودشان مثل شمع سوختند، اما اطراف و محیط خود روشن ساخته بودند. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین ایثارگری و فداکاری و قربانی داشتند. این را میگه تغییر در نظام نفسی و در نظام باطنی. البته سوال بکنیم ما در کدام یکی از این مراحل سیگان هستیم؟ آیا ما در ما صفت خوب است؟ از خوبترین اجالتا میگذاریم؟ تنها صفت خوب در ما تحقق شده است یک بار زندگی خود یک مطالعه کنیم، یک تصور کنیم، یک مکس و درنگ کوتاه داشته باشیم ما چقدر انسانها را متضرر ساختیم به غرض از این که اهداف و مصالح شخصی خودم برآورده شود. چقدر انسانها را و چقدر خلق الله سبب و اذیت و آزار شدیم بر از این که مصالح شخصی خودم برآورده شود. از این جهت عزیزان ما میگیم که اجالتا چون انسانها وقتی مشاهده و مطالعه میشن از صفت خوبتر و خوبترین، اکثریت اینها و اغلب اینها بسیار فاصله ها دارن. اجالتا تنها صفت خوب در انسان پیدا شود، تنها صفت خوب. مثلا 30 میلیون شهروندان یک کشورند، اگر تنها صفت خوب در اینها متحقق شود، شما چه تصور میکنین؟ چند تا از ارگان از بین میره؟ وزارت امور داخله یا امور کشور، استخبارات، تفتیش، عدلیه، قضا و سارنوالی، اینا همه دیگه به درد نمیخوره. انسان ها خوب شدن به همدیگر ضرر نمیرسن، تصور ضرر رسانی نیست. در این اجتماع هر کس در مسیر خودش در حال حرکت است. هر کسی صندلی و کرسی خود را دریافته است و اینقدر صفت خوب در ایشان به میان آمده است که به خاطر مصالح شخصی خودش دیگران را متضرر نمی‌سازد. شما چه تصور میکنید؟ آیا این جامعه یک جامعه ایدئال نیست؟
شکل ابتدایی یا مدخل جامعه ایدئال و سلیم اسلامی نیست، بدون شک است. پیغمبر علیه السلام حکومت ساخته در مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. اینجا ابوبکر خلیفه مسلمان ها، قاضی القضات به تعبیر امروز عمر رضی الله عنه 2 ماه و چند روز به اداره میره، یک دوسیه جرمی به این دفتر بزرگ قضایی و عدلی حکومت اسلامی نمیه. آخر میره نهایتاً به خلیفه مسلمان ها صد میشه برادر عزیز مرا بگذار، اینجا مدینه فاضله است، اینجا آرمان شهر است، اینجا جامعه ایدئال است، کس جرم نمیکنه، کس به فساد دست نمیزنه، نیاز به قضا و زارنوالی نیست، بگذار ما بریم به طرف کار خود. عزیزا وی که با صفت خوبتر و خوبترین پیدا شود، به به. اسلام عزیز نمیگه صفت خوب میتم، نمیگه خوبتر، میگه خوبترین اوصاف را برای اون کسایی میبخشیم که مرا واقعا حمل بکنه، مثل اصحاب کرام رضی الله عنهم. اسلام امو اسلام است، قرآن امو قرآن است، احادیث امو احادیث است. ولی با تأسف که ما منحمک نشدیم، ما بود بینش اسلامی و بصیرت اسلامی به اساس اغفالگری های شیاطین انسی و جنی به بود نسیان و فراموشی رفته است. تنها متوجه دانش اسلامی هستیم، احکام هستیم، اوامر و نواهی هستیم. آقا وقتی تو به یک انسان میگی که این گونه باش این گونه نباش، تو میدونی که اون بینش و بصیرت داره، این امر و نهی را میتونه حمل بکنه، صاحب شریعت یعنی شارع را شناخته؟ نشناخته. من وقتی به خودت ارج میگذارم که جایگاه خودت بدانم، جایگاه علمی تا، جایگاه معنوی تا، تقوا و طهارت تا، قلمت را، زبانت را، فصاحتت را، مقام سیاسی اداری اجتماعی خودت را، بعد ما آماده میشیم که چگونه به چه اندازه ارج گذاری به شما داشته باشیم. وقتی یک انسان مقام عالی ذات اقدس الهی را درک نکنه که خدای عظیم چگونه یک ذات است، بعد کجا به اوامر و نواهی اون ذات اکبر ارج بگذاره؟ به هیچ وجه. اگر اینجا توی یک خانه نشستیم، کسی در خانه را باز بکنه و ما نشناسیم و میگیم کی هستی آقا؟ میگه من معاون رئیس دولت هستم، همه از جا بلند میشیم، معاون رئیس دولت تشریف آورده است. ولی چرا قبلا سوال کردیم کی هستی آقا، کی را کار دارین؟ نشناخته بودیم، شناخت نبود. بعد از اینکه شناخت آمد ارج گذاری کردیم، از جاهای ما بلند شدیم، تقدیرش کردیم. پس وقتی که جایگاه عالی خدای اعظم و اکبر و جایگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم را نشناسیم و استکاکی که در درون ماست، موانعی که در درون ماست که ما را نمیگذاره بر رسیدن به خدا، بر رضای خدا، اعلای کلمت الله، خدمت به خلق الله، این استکاک را باید در درون که در نظام باطنی ما گنجانیده شده باید بشناسیم. در غیر از او این استکاک به هیچ وجه انسان را نمیگذاره، اجازه نمیده که به قرب خدا و تقوا و طهارت، به صفات خوب و خوبتر و خوبترین انسان برسه. پس این فرمول واقعا عملی هست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حد اقل صفت خوب، از او بالاتر صفت خوبتر که منفعت انسان برسه. در این صفت خوب خود ضرر رسانی نیست، ولی در صفت خوبتر منفعت رسانی است و در صفت خوبترین بیشترین منفعت رسانی، بیشترین منفعت رسانی برای خلق الله به غرض اعلای کلمت الله و حصول رضایت ذات اقدس الهی. چون وقت برنامه ما رو به اختتام است، ان شاء الله که به فرمول بعدی که آیه قرآنی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها می باشد خواهیم پرداخت. تا حضور و
فرصت و سلام و دیدار بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.